سلام علیکم بچه جان اسماعیل. من این ویدیو رو برای بچه ها میکنم. ما 7-8 سال شده است در آسیا. بدنش رو 1 سال دراز شده است که ما نه خط نه خبری رو داریم. کدام نفرایی که خانه الله سفر کردن اینجا حج عمره میبروید این صورتی که دارم جمع نمی رقمات زنگ زنه سفر کنیم به خانه الله. درود بر شما دوستان عزتمند. شما خواهش خریداری دوخی‌های خوشبوی، داروهای طبابتی برای همه گونه بیماری‌ها و جای نماز و تسبیح و هر گونه لباس‌های زیبا را دارید. پس امکان دارید این گونه چیزها را با صفت بلند و نرخ دسترس از مغازه زمزم مارکت خریداری نمایید. برادران منوچهر رستم 7-8 سال بوده در مسکو در همین چخف کار میکرده. 1 سال آخری همین نه مادرش زنگ زدگی، نه خواهرش، نه اپاش، نه یگان خش تبارش و مادرش همراه برادرش همراه خواهرش من در علاقه در برآمدن و خواستن که ما ویدیوش کنیم و برای یافتنش کمک رسانیم تا اینکه همراهش حداقل یک بار صحبت کنن حال و احوالش با خبر شوند. السلام علیکم بچه جان اسماعیل. من این ویدیو رو برای بچه ها میکنم که 1 سال شد گپ نمیزنه. در چه خواه کار میکرد. اخیرون بار ماهی اوگوستی پاری نگپ زد از قطیمون. یک بچه گرفته بردش همون چخو دیگر زنگ نمیزند. دهم که برادر من منوچهر رستم 31 دکبر سال 1998 تولدش می باشد. در دهه لنگری ناحیه تویلدره نامی پیشتره اش می باشد و حاضر باشد ناحیه سنگوار نام دارد. ما این ویدیو رو به خاطر برادرمون کرده ایستاده ایم که برادری ما 7-8 سال شده است در آسیا. بدنش رو 1 سال دراز شده است که ما نه خط نه خبری او رو داریم. آخرین بار ماهی اوگوستی پارسال آخرین بار ماهی اوگوستی پارسال گپ زده بود. ما از پارسال ایس نه خط نه خبری او را داریم. او تماما با ما گپ نمیزند. در مسکو در چخو کار میکرد و از همانجا کجای شده است که ما درش را دیگر نداریم. منوچهر رقمایی که در بالا موندگیم رقمای واتساپی من ای. در همین رقمای واتساپ من علاقه دارم. اول من یک گپ خوب در گپ زنم بعد نمره خانگیات میتیم. خط خانگیاتون گپ زن نمره اوچتا میتیم با خطی اوچات گپ زن. من نمره مادرش برای چی در همین جنا موندم به خاطر که ما هر یک آدم گمشدگی را وقت ویدیو میکنیم مادرای اویا را زنگ میزنن. همین با هستن مشینیکایی که زنگ میزنن ای من آدرس های بچه تا میدونم ما دایی قپل روی کن میگن فریو میکنن. چند تا همی اپا و خواهرای 30 سالشون به جای رسیدگی را فریو کردیم که ما جای فرزند تا میدونیم ما دا 5000 پارتو 10000 پارتو جوشا گاو میزنیم. بچورون هم برو مده گاو زده پول پرفتایشونه باید تای دیگه شا گفتیم که از ما دا دیل من برات سو خوزی دا کلتت پول میپرتویم امو یک کد میبیوید امو کد ما دا گاو زن اینی می قپل در شد گذراندگیم بیچاره و مادرم 30 سالش به جای رسیدگی نمیدونسته کد میتیا در همون مشینیکو پولوش میدیزم. به همین خاطر من رقمای تلفنی واتساپ خود من موندگیم نه بالای سرم ده همین رقمو در زنگ زن من نمره خانگیاتونو میتین. خودت میدونی که در تویلدره سویاز و قصاز نیست. یا خیلی وقت سویاز هست یا خیلی وقت نیست. با همین خاطر من نمره تلفن دستیشونو در دست میتین. زنگ زن قطعی و چت گپ زنی خیلی به عقلی نکن. الله نگهبان تو.